باش مال بیمارستان. به به چه آقای خوشتیپی، معلومه دانشجوی کالج پارکیا. عزیزم بیمار شمایی؟ خودت چی فکر می‌کنی؟ بیماری بنده خداست. حالا چش هست؟ نمیدونم تو کورنرستون بودیم کله پا شد. بیمش چیه؟ خودش میگه بیمه ابوالفضل PPO. اسمش چیه حالا؟ فرمون. نه بنویس داش فرمون. صدای پای قیصره. نه خاندایی فاتی بیا سوغاتیاتو بگیر. از اصلویه واسه مانتو خفاشی آوردم. کجایی پس؟ سلام خاندایی. سلام قیصر خان. اینا چرا اینجوری شدن؟ فاتی کجایی پس؟ اون اسکایپ رو آتیش کن، میخوام با فرمون دل سیر اختلاط کنم. آخ فرمون کجایی که قیصر تو تنها گذاشته؟ کالش فاک فرمون میام اونجا تقامات از اون خرخونا میگیرم. ایزا میخوادش کن. کالج پارک سفلا کاب نمونی. کالج پارک سفلا. کالج پاک اینجا بود. 100 دفعه به اون فرمون گفتم بزن آزاد روده هند، گوش که نداد. این جتلک که سرویسمون کرد. از ایران میای؟ با فکر کردی یا پوتومک دارم میام با این تیپ و این همه بارو بندی؟ پس اینجا باید غریب باشی. آره والا. کالج پارک چیش معروفه؟ اولا به امنیت خیلی بالاش. دوما پشت گریجویت گاردنز یه ویلای بزرگ داره. سوما مردمش رو در خیلی حساسه. ببینم اینجا دانشجویی؟ به پا پیپر نکنن تو پاچه. واسه درس نیومدم شوفری. هنوز انگار مخم تعطیل نیست. یه داداش داشتم که نالوتیا کشترش، اسمش فرمون بود. فرمون؟ همونی که با سپرسوسیس میچرخه؟ سپرسوسیس کیه؟ خونه‌اش کجاست؟ منو بنداز دم درش. باشه. فقط در سمت راست خرابه، از در این ور پیاده شو. آخه دیدم از پنجره پریدی تو. این همه زور زدیم، بردی شدیم، عکسی شدیم، مغز قد خربزه رو فرار دادیم اومدیم این ور. آخرش هم باید برگی سعی کنیم. یالا ببینم سپرسوسیس تویی؟ ببینید من میخوام بگم سوسیس، زبونم نمیچرخه، میگم سوسیس. اصلا کجا اومد؟ ببخشید شما؟ من قیصرم، داشت فرمون رو تو کشتی؟ فرمون؟ نه والا به حق همین تورسیلا قسم اون روز که بردنش بیمارستان من کنفرانس بودم، داشتم تزم رو ارائه میدادم، عکساش هم هست.
آه فرمون، چیکار کردی با خودت؟ وا مصیبتا. اتفاقا یه دوست دیگه هم بود قرار بود حاضر باشه تو کنفرانس اما غایب بود. رضا پی اچ دی. چرا از اون نمیپرسی؟ سراغ اونم میرم، ولی اول باز تز تو رو نابود کنم. خیلی آب خیاریه. آبوره فرمونم هم میره. وایسا اینم شیفت دیلیت. خلاص. گپم که تخفیف زده. ایمیل مارم جواب نمیدین. یالا رضا پی اچ دی تویی؟ در پیکرم نداره نامستم اینجا. ببینم تو همون نیستی که دیزرتیشن سپر رو فرستادی هوا؟ خودشم. بینم فوفولی فهمونو تو کشتی؟ می؟ What the heck؟ اصلا اون که فرمون توی هاسپیتال بود من اینجا نبودم، توی کانفرنس بودم. تو نامرود بگی لامصب. رفیق فاوت نیده تو کنفرانس تو رو. آره خب حق دارم، میدونی کانفرنس توی هوایی بود. با بچه‌ها ما کلا توی بیچ بودیم. راست بگی عکس بالم داری؟ آره اینستاگرام کردم. چی؟ عدسی گم کردی؟ وردا بیار بخوریم. خیلی عواشه کردم مرگ تو. اوکی بیخیال. تنها چیزی که من میدونم اینه که با استادش اون روز میتینگ داشتم. دکتر پدرام. این هشلفت که میگی اتاقش کجاست؟ اوکی از در رودوان میری تو کمپس رای رو میری به سمت وست. یونین بیلدینگ که میپیچی توی لایبرری لین توی دیوید دروسل سنتر میتونی پیداش کنی. گرفتم. حله. شور؟ of course. رودوان رو میری تو کمپس رو میری به سمت وست. یونین بیلدینگ رو که رد کردی میپیچی تو لایبرری لین تو دیوید دروسل سنتر پیداش میکنم. خداحافظ. عزت زیاد. Good luck. چقدر قیافه این یارو آشنا بود. بکنم اکتیر فصل کرگدن بود. چنگ جنگ پدرام خودش لوکه دار. Rejected? I published this paper a couple of times, man. You son rejected it? Get your ass out of my comedy, mother. سلام دکی. They invented doors for a reason. Yeah, hi, how are you? How can I help you? تو مگه ایرانی نیستی؟ من از ایران اومدم. If you've done your research, I'll be more than happy to put my name as a first author on your paper. عجب زبون نفهمی ها. من دنبال قاتل داشتم. فرمون. I'll be more than happy to put my name on your paper if you've done your research. من دنبال قاتل داشتم. فرمون. Oh, I see, Farman. The last time I saw him, he was with his friend Farza. They were going to gym. چی بلغور میکنی زبون وسته؟ فرمون با فرزاد جیم زده بودن. یه اخت فارسی بلد نیستی؟ فارسی بلد هستم. سلام. عید شما مبارک باشی. البته عید که نیست سلام، ولی I really appreciate it. قضیه جیم شدن رو تعریف کن. عجله دارم. Oh no, Jim, let me show you. That's Jim. Like this. فهمیدم با زورخونه رو میگی. اینقدر فشار نیار تلگه در میره با. ما رفتیم. خداحافظ. Such a nice gentleman. زورخونه هم اینجاست دیگه آقا. مرسی بگو. ایدی عجب سیبیل بازاری اینجا. درای
بالا میل میزنی؟ ماشاءالله. دکر فرزاد تویی؟ خودمم فرمایش. شنیدم تو جیب رو دست نداری 200 اسب بخار زور داری، درسته؟ دیرم که درسته منظور داداش. همون دیگه، فهمو رو تو کشتی. پس تو پرستیده پوزتو زده بود که کشتیش. بچه درست مشخص نکن. فهمو که همش تو ترمیل بود. روز آخری هم که دیدمش از خروسخون تا بوق سگ داشتم پشت بازو میزدم. اصلا اون روزم دیدم رفت کجا؟ پیش فتنه کیه؟ این هنریات اون خلوچل میزنه. نگاه این فیلم قدیمی ها اومده با تو هاشم چیپوله است. چیپوله حله. خداحافظ شما. لونگت هم درسته، من نامرم رد میشه. داری میری پشت سرتون درم ببر کسیتون هید بابا. کفشمونم که دزدیدن پاشنش کن. اوی کبابی میاد خرداغ میکنن. یالا او فلفلی پیچیده اینجا ماشالله. مشکی فتنه تویی؟ شما بودی در رو با کردی سوز اومد؟ گیرم درست. من قیصرم داشت فرمون کلاقه به گوشم رسونده. فرمون آخرین بار از جیم اومده بوده پیش تو، راسته؟ حالا یادم اومد. آره درسته، قضیهش مفصله. پس میشینم با اجازه. آقا ما بودیم البرز نصرت، احسان 500، پویان فرصت، آراینا خیلی بودیم. نیم آقامونم بود. نیم؟ کدوم نیم؟ نیم آبشنگول. آقا ما برابرش همه دوره هم نشسته بودیم داشتیم گپ میزدیم. یهویی دیدیم یکی اومد سینه فراخ قد بلند خوشتیپ عینه‌هو شما اومد زل زد تو چشامون گفت فتنه تویی؟ گفتم شما؟ گفت من فرمونم. گفتم کدوم فرمون؟ گفت فرمون زیر بازارچه. گفتم داشت فرمون تویی؟ بابا تو کجا؟ اینجا کجا؟ بذار پاتو ببوسم. گفت نه آبجی پابوسی لازم نیست، اومدم یه کاری واسم بکنی. گفتم شما جون بخوا. گفت شنیدم تئاتر بازی. گفتم بر منکرش لعنت. گفت خیلی دلم گرفته، دلم هوس تئاتر کرده، اونم تئاتر لاله‌زار. ما رو ببر یه جا یه کفکی سوتی دستی یه حالی بکنیم. گفتم به چشم. خلاص آقا همه برابر جمع شدیم تو ماشین ما. از شما چه پنهون یه فورد قرقرازه قدیمی هم داریم. آقا کلاش ترمز دستی ترمز دم کندی سنتر اومدیم پایین. آخه داداش تو تئاتر چه میفهمیدی که زرت و زرت پهم میشدی خونه جان اف کندی؟ با تئاتر که خیلی حال کرد. برگشتنی از جلو کباب به زور رد شدیم. آقا داش فرمون تا کباب به زور دید گفت بزن بغل با برای بچه بریم کباب بزنیم. گفتیم چشم. خلاص یکی این بر یکی اون بر ترشی چپ ماسموسی راست چای و قلیون کباب ردیف شد. کام اولی که گرفتیم یکم گرفتتمون. کام دومو که زدیم رفتیم تو آسمون. کام سومو که اومدیم بزنیم عاشق عطار گفت همه قلیونه عوض کنیم. ما هم گفتیم چشم. من که بهت گفتم با دودکش جماعت نپله. آقا قلیون آخریه رو که زدیم دیدیم یارو اومد یه صورت حساب گذاشت رو میز انقدر صفر زدن نفهمیدیم چقدر بود. این جیب نه اون جیب نه. ای داده بیداد کردید کارت جا گذاشتیم. اسکن مسکنم که یخ مونده بودیم چیکار کنیم دیدیم یه یارو اومد هیکل میزونه هم چیز زد پس کلم شدم فرش رستوران. گفتم هت تگو بونیتو. اومد یه دونه زد در گوشم. گفتم نامرداش دومی آرومتر میزنه. قایم‌تر زد. اینجا بود که دیگه داش فرمون قاطی کرد اومد وسط. دیگه نفهمیدم چی شد. دیدم تو ماشین مود فرار. بعدن شنفتیم که نیم آبشنگول و داش فرمونمون ظرفا رو شستن و زدن بیرون. حالا ما به همه گفتیم که مهمونشون کردیم. شما هم بگو مهمونشون کرده. واسه دانشجو تئاتر افتاده دیگه مهمون دعوت کنه بره ظرف بشوره. عجب. اینجور که بوش میاد باز برم سراغ نعیم آبشنگول. به سلامت. داستانی شده. یالا اوف عجب حلقه‌ای ماشالله. برام که وا بود. مو قشنگ. نعیم آبشنگول تویی؟ جونم بفرما قلیون. سریع یدک نداری؟
اصلا چی میگم قلیون چیه با فرمون رو تو کشتی؟ فرمون که زنده است بابا. زنده است تخم جن؟ داداش کجایی داداش؟ فرمون بیا قیصرت اومده. گفتم زنده است، نگفتم که ور دل منه. اون شب بعد کباب به زور پا شدیم رفتیم کورنرستون. چند تا داف خیلی خوبم اومده بودن. فرمون بنده خدا اومد یه خودی نشون بده، رفت اون وسط شروع کرد هلیکوپتری زدن. پرها شریفم با مخ اومد زمین، بردیمش بیمارستان. خب بعدش؟ همین دیگه، مخش بدجوری تکون خورده بود. زارتی رفت شد رئیس انجمن ایرانیای دانشگاه. از اون روز انقدر کار ریختن سرش بنده خدا رو چند هفته از شهادی ندیده. حتی فردا شب برنامه شب یلدا ستانه اونجا میتونی پیداش کنی. یعنی میشه داداشمو باز ببینمش؟ یعنی میشه خدا؟ چرا که نه، تو هم پاشو بیا بابا، انقدر حال میده. شب یلدا رو که میمونم، ولی شنفتم آقا مسعود کیمیایی قراره یه شاهکار جدید سوار کنه. واسه اون برمیگردن. نه این تو هم بیا، نقش گوز نیاز دارن ها. گوز؟ چرا که نه، ویزام هم که مالتیپله، حله. دارم از تو دور میشم، داره تنها میشه قلبم. میدونم نبودن تو جلومو میگیره کم کم، چیزی از تنم نمونده بعد شکستن تو. یه اتاق ساکت و سرد، منو فکر رفتن تو، منو فکر رفتن تو. دوست دارم هنوز عشق منی، میدونم منو از یاد میبری، بهونه نفس کشیدنم تویی. دوست دارم تو قلب من فقط تویی. حالا شما دوست دارم هنوز عشق منی، میدونم منو از یاد میبری، بهونه نفس کشیدنم